من چی گفتنی؟ یک دنگره نه. من نایه اش را بودم در شهر نایه رفتم. آنجایی که راه قابلیت تشکیلاتچگی دارن کرده ایستادن. من دیدم نایه اش را یک دیگه جماعت دیگه است در آنجا سمینار گذراندیم مثل اروپا است. هیچی فرق نداره. و جایهای کاری که کردن در جای خالی در زمینهای پرتو در زمینهای شور خوابیده که 10 ساله پرتافتگی بودن ماهی پروری تشکیل کردن. از میوه قند استحصال کردن برای کسری های قند از همه نمودهای میوه هایی که تگشت میریزد ویران شده دیگر خوبش جدا کرده صادرات اینش کارکر کرده قند استحصال کرده و همین هم قند و صادرات تمام دو طرف راه های نایه اش کوچ است سرخ حولی ناده نزد حولگی آده سرخ تا 800 تن 1.5 تا 1400 تن خوش صادرات میکنند. 1 کیلوگرم خوش از مردم 25 تا 30 سامان میخرند. خاک اینقدر در بازار نمیفروشند. صاحبکارا میخرند از مردم. خوش همین تمام تاجیکستان دا میشه. میشانی هم یک کم تر آب میتی سبزه تمام نه حشرات میزند و نه دارو میزنی دیگر نه آب میمونی فقط جمع آوری میکنی. دیگر کی 10 کیلومتر راه کردن کارخانه‌های رساندگی دوزندگی پای افزال براری و دیگر کردن. با صاحبکارای وطنی اونایی که در دیگر کشورها کار میکنن دعوت کردن مبلغ زاری کردن و تقسیمات کردن در یک جای